ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо бозгӯи китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, чеҳраҳои мондагор. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори 20. маздак. پیشوای مردم دوست ایران باستان. مزدکیه که بنیادی تعلیماتش آیینی مزد یسناست، در جای خالی و تصادفاً پدید نآمده است. مانویه و مزدکیه در دامان دین زردشتی به وجود آمده، در پیدایش و تشکل اسلام و دینهای دیگری جهانی نقشی عمده و قابل ملاحظه دارند. دین و انقلاب اجتماعی مزدک اولین حرکت مردمی می باشد که برابری و مساوات تمام آدمان را هدف و مرام خود قرار داده، مدت آن را در حیات اجتماعی تطبیق کرد. بنابراین در تاریخ مبارزه سیاسی انسانیت مقام خاصی دارد. خسروی 1 531 579 که در تاریخ مردمی ما همچون انوشیروان عادل معروف است و درباره عدل و انصافش حکایت و افسانه های زیاد انشا شده اند، شخصی است که مزدک و هزاران ایدئولوگ های مزدکی را در یک شب سر بریده، در طول مدتی کوتاه 10,000 طرفداران این جنبش را نابود کرد. مبارزه به مقابل مزدکیه چنان شدید، آشکارا و بیرحمانه بود که گروهی از جانبداران آن از کشور فرار و بخشی دیگر به کوه و بیابانها پراکنده شدند. در سالها و عصرهای بعدی نه تنها برای سلاله ساسانی بلکه در پیش همه طبقه اشراف به زبان آوردن نام مزدک خوف بزرگی داشت. خسروی انوشیروان در ظرف پادشاهی بیش از 40 ساله خود کوشش به خرج داد که در ایران یگان چیز یادآور نام مزدک و طرفداران اون نباشد. این بدبینی چنان شدید بود که آثار مزدکیه و اصلاحات اجتماعی وی کاملا از میان برده شد. بر علاوه در آن سرچشمه هایی که از اون نام برده شده است وی به تحقیر و اکثرا با تهمت یادآوری گردیده است. این عنعنه اشراف ساسانی از طرف علمای و مورخان عرب بی کم و کاست پذیرفته شده. آنها دشمنی آشکارای خود را نسبت به مزدک و تعلیمات او پنهان نکردند. محمد ابن عبدالکریم شهرستانی در ملل و نحل، ابو منصور عبدالقاهر بغدادی در الفرق بین الفرق، ابن ندیم در الفهرست، ابن خرداد به در المسالیک و الممالک، ابو حنیفه دینوری در اخبار الطوال، طبری، اشعری، استخری، یعقوبی، ثعالبی و دیگران در آثار خود پیرامون این جنبش و ماهیت آن معلومات ناچیزی داده بیشتر به خصلت‌های منفی آن عطفی توجه کردند. چون روم دشمنی دائمی ایران بود، مورخان رومی نیز نسبت به این حادثه مناسبت آشکارا خصمانه نشان دادند. اما صرف نظر از این، از مورخان نامبر شده به خصوص
نوشته های پیشوایان دین نصرانی که تعدادشان در ایران زیاد بود معلومات میتوان کسب نمود. در این زمینه چند نفر از اوستاشناسان معروف اروپایی پیرامون مزدک و تعلیمات او تحقیقات مفید انجام دادند. استیلیت همزمان مزدک از فرقه الحادی در داخل دین مزدیسنا یادآوری کرده آن را با اسم زردشتکان نام میبرد. و حادثه های سالهای اولی 92 سده 5 میلادی را تصویر کرده در فصلهای 23-25 می نویسد. قبادی زندقه پلید مغانی زردشتکانی را که شعارش مشترک بودن زنان بود و به هر مرد اجازت میداد تا با هر زنی که مورد نظرش است رابطه جنسی برقرار کند احیا کرد. دیر نگذشت که تمام مشایخ ایرانی از قباد متنفر شدند، زیرا به این ترتیب پادشاه به زنان آنان اجازت زینا داده بود. از این سخنان استیلیت به چند خلاصه رسیدن ممکن است. اولا قباد ساسانی که در زیر فشار مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی مملکت بخصوص تحت فشار طبقه اشراف قرار داشت پیروی فرقه زردشتکان بوده است. ثانیاً فرقه زردشتکان مثل زروانیه و مانویه یکی از فرقه های الحادی دین مزدیسنا بود و اشتراکی بودن زنان را تعلیم میداد. ثالثاً قباد نه تنها پیروی فرقه زردشتکان گردیده است بلکه تعلیمات آن را در عمل تطبیق کرده باعث بدبینی و تنفر طبقه اشراف ساسانی شده است. طوری که از تاریخ سلسله ساسانی معلوم است در سال 496 یا 497 به اشراف میسر گردید که قباد را از تخت برکنار کرده در محبس اشرافی انوشبورد زندانی کنند. چه حوادث از اوایل سالهای 92 سده 5 باعث این واقعه ها شدند. بنابر نوشته چند سرچشمه رومی و عربی که مناسبت خصمانه خود را به این حرکت پنهان نمی دارند، مزدک زمانی پدیدار شد که وضعیت داخلی و خارجی ایران در حالت وزنین بود. احوال توده های مردم را که در زیر استثمار شدید چند جانبه قرار داشتند خشکسالی های پی در پی باز هم بدتر کرده بود. مردم در جستجوی نام اکثراً به سوی تیسفون مدائن پایتخت دولت ساسانی رهسپار می گردیدند. طبقه اشراف که انبار و ذخیره های فراوان داشتند بی ثباتی و ناآرامی را از قباد و سست ارادگیش دانسته بر ضد وی توطئه می چیدند. در چنین شرایط مزدک نزد قباد رفت و به هر وسیله‌ای که باشد وی را جانبداری دین و تعلیمات خود ساخت و قباد را بران داشت تا اعلان کند که هر کی نان را از مردم گرسنه دریغ دارد سزایش مرگ است. مردم به غارت و تقسیم انبارهای دارایان پرداختند. با وجود آنکه پیرامونی به مزدک گرویدن قباد عقیده ها مختلف است، اگاسیاس و ملالاس مورخان رومی که دشمن قباد بودند با آن اشاره کردند که پادشاه ایران به مزدکیه با صمیمیت و خلوصی نیت اعتقاد کرد.
دانشمند ایرانی عباس قدیانی که در این موضوع پژوهش انجام داده است، درباره از جانب قباد پذیرفته شدن مذهب مزدک عقیده دیگری دارد که به حقیقت نزدیکتر است. و می نویسد: قباد طالب اصلاحات در امور اجتماعی ایران بود و از بیم و ترس موبدان و اشراف کشور جرأت اقدام به این کار را نمی کرد. در این زمان خودخواهی دینی مغان به حد خودسری دینی رسیده بود. چون این وضعیت به هیچ وجه به اصالت آیین زردشت تعلق نداشت. قباد وجود مرد سخنوری را مثل مزدک که هواخواهان بسیاری از مردمی مستمند داشت غنیمت شمرده بران شد که به دست وی اصلاحات در ثروت عمومی به عمل آورد و به اصلاحات اجتماعی بپردازد. اما این اقدامات برای جامعه آن روز بسیار زود بود. فرقه زردشتکان که استیلیت احیای آن را به قباد نسبت داده است، یکی از جریان‌های الحادی دینی مزده اسنا به شمار می رفته است. مورخان رومی و عرب فقط یک خصوصیت ایدئولوژی این جریان را خاطر نشان کردند. هدف آن اشتراکی بودن خواسته و زن است. خواسته در فرهنگ امید چنین تفسیر شده است: زر و مال، ثروت و در اصطلاحات دادگستری مال مورد دعوا. پس معلوم می شود که جریان الحادی زردشتکان قبل از همه برابری اجتماعی را خواستار بوده است. طوری که در بالا ذکر گردید، این فرقه را در سده 3 زردشت ابن خرکان اساس گذاشته بود. این شخص موافق نوشته کتاب‌های عربی فقط پیشوای نظری بود، اما محققان و مورخان صفت‌های بارزی مکتب مزدک را نبرد فعالانه به خاطر بهبود توده‌های وسیع اجتماعی توصیف کردند. به عبارت دیگر، مزدک بامدادان که اکثر محققان اروپایی تعلیمات وی را کمونیسم ابتدایی نامیده اند، تطبیق کننده عملی نظریه زردشت ابن خرکان بوده است. ولی نسبت به مناسبت دشمنانه طبقه اشراف درباره محتوای این تعلیمات در سرچشمه ها معلومات ناچیزی باقی مانده است. به عقیده مزدک چون سبب اساسی کینه و ناسازگاری نابرابری مردم است، پس ناعلاج این نابرابری باید از میان برداشته شود. نابرابری اجتماعی باعث می شود که انسانها به یکدیگر احساسات شدیدی منفی نشان دهند، یکدیگر را بد بینند، دشمنی ورزند و باعث پدید آمدن حادثه های ناگوار شوند. مزدک می گفت: طوری که اهورامزدا خداوند بزرگ 4 عنصر مقدس آب، خاک، هوا و آتش را پدید آورده، آن را ماری همگان شمرد و آنها را بین آدمان تقسیم نکرد، آن نشانه مساوات آدمان در برابر خدا و طبیعت است. با افاده ابن بلخی در فارسنامه، در عهد قباد مزدک زندیق پدید آمد و قباحت پدید آورد و آن را مذهب عدل نام نهاد و عبادت ایزید عز و ذکره و مردم برداشت و گفت: بنی آدم همه از یک پدر و یک مادرند و ماری جهان میانه ایشان میراث است، اما به فضل و قوت و ظلم
قومی برمی دارند و دیگران را محروم می گذارند و من آمدم تا به واجب آرم. طوری که از نوشته های فارسنامه برمی آید، فضل و قوت به گروه امکان فراهم می آورد که بر گروه دیگر ظلم روا داشته مال جهان را صاحبی کنند. به عقیده مزدک نابرابری اجتماعی باعث پدید آمدن 5 احساس بدترین انسان گردیده مساوات و برابری و برادری را در هم می شکند و میان آدمان فاصله ها برقرار می کند. حکیم ابوالقاسم فردوسی 5 احساس بدترین انسان را از زبان مزدک بامدادان چنین می گوید: بپیچاند از راستی 5 چیز، که دانا بر این 5 نفزود نیز. کجا رشک و کین است و خشم و نیاز، به 5م که گردد برو چیره آز. تو چون چیره باشی بر این 5 دیو، پدید آیدت راهی گیهان خدیو. به عقیده مزدک اگر برابری اجتماعی رعایت شود، این 5 دیو از میان رفته برابری و مساوات را جاری می نماید. در شاهنامه مزدک هدف و مرام خود را چنین بیان می کند: از این 5 ما را زن و خواست است، که دینی بهی در جهان کاست است. زن و خواسته باشدن در میان، چو دینی بهی را نخواهی زیان. کز این دو بود رشک و آز و نیاز، که با خشم و کین اندر آید براز. همی دیو پیچد سری بخردان، بباید نهاد این دو اندر میان. در جای دیگر درباره تعلیمات مزدک بامدادان حکیم ابوالقاسم فردوسی می گوید: همی گفت هر کو توانگر بود، تهی دست با او برابر بود. نباید که باشد کسی برفزود، توانگر بود تار و درویش پود. جهان راست باید که باشد به چیز، فزونی توانگر چرا جوست نیست. زن و خانه و چیز بخشیدنیست، تهی دست کس با توانگر یکیست. من این را کنم راست با دینی پاک، شود ویژه پیدا بلند از مغاک. هر آن کس که او جز بر این دین بود، ز یزدان و از منش نفرین بود. مزدک پیشوای مردم دوست ایران باستان. با عبارت دیگر، خداوند تمام وسایل معیشت را در روی زمین در دسترس مردمان قرار داده است تا افراد بشر از آن در مساوات و برابری استفاده نمایند، طوری که کسی بیش از دیگر هم نوعان خود چیزی نداشته باشد. پس باید از توانگران گرفت و به تهی دستان داد و میان ایشان برابری را برقرار کرد. از روی نوشته شهرستانی به عقیده مزدک این عمل خیر بوده، اجر و پاداشی عظیم دارد و گذشته از تمام اینها
دستگیری مردمان از یکدیگر عملی است که خوشنودی خداوند را فراهم می دارد. شریعت مزدک نه تنها قتل بلکه آزار مردمان را ممنوع قرار می داد. میهمان را از هر طایفه یا ملتی که باشد احترام می کرد و چنین می شمارید که نباید از او چیزی را دریغ داشت. به عقیده آنها حتی نسبت به دشمنان هم باید با مهربانی و عطوفت رفتار کرد. مزدکیان پاکی و نجابت را در مقام اول گذاشته، مثل مانوی ها کشتن حیوانات را حرام می دانستند. از این جهت مزدکیان از خوردن گوشت خودداری می کردند. هدف و مرام تعلیمات مزدک عبارت از دو قسمت بود. قسمت اول بهبودی بخشیدن به حال و احوال طبقه های وسیع زحمتکشان و احیای حقوقی مادی و معنوی آنها در جامعه ساسانی، و قسمت دوم انتشار تعلیم اخلاقی مزدکیه که اساسی آن بر روی ثنویت، دوگانه پرستی و زهد و تقوای معنوی استوار بود. اصلی سخن مزدک و جوهر انقلاب او در اشتراک مالکیت می باشد که از فکر حکومت اشتراکی و شرکت همگان در حاکمیت ملی سرچشمه گرفته است. شاید همین جنبه تعلیمات بشردوستانه مزدک است که محمد اقبال، شاعر و فیلسوف معروف پاکستانی، او را پیامبری مردم دوستی ایرانی باستان نامیده است. این تعلیمات هم مثل آیین مانی مسئله رابطه ماده اصلی قدیمی یعنی نور و ظلمت را مورد بحث قرار می دهد. تفاوت بین عقیده مانی و مزدک عبارت از آن بود که مزدک می گفت حرکت اصلی ظلمت یا تاریکی از روی اراده و نقشه قبلی نبوده در اثر تصادف و اتفاق، و برخلاف آن حرکت اصلی نور مطابق اراده و نقشه پیشکی صورت می گیرد. آمیزش و اختلاط تیرگی و روشنایی که از آن عالمی مخصوص مادی پیدا شده است برخلاف تعلیمات مانی نتیجه نقشه و طرح پیشکی نبوده از روی تصادف به وجود آمده است. در آیین مزدک نسبت به مانی حرکت نور دارای هدف و مقصدی معین بوده برتری عقلانی دارد. این سخنان با گفته‌های مللس که در آن باره عقیده بونداس پایه‌گذاری نظریوی مزدکیه را آورده است موافقت می کند. وی می گوید اعتقاد بونداس در این اساس یافته بود که خدای خیر نور بر خدای شر ظلمت غلبه کرده است. از این رو غالب را باید ستایش کرد، اما این هنوز غلبه کامل نیست، زیرا عالم مادی که هنوز آمیخته از دو اصلی قدیم است باقی مانده است. مقصد آخرین تکامل عالم مادی نجات ذره های نور است که هنوز با ذره های تاریکی آمیخته است. بخشی آخرین عقیده مزدکیان با سخنان مانی موافقت می کند. مزدک در مقابل مانی که نور را از 5 قسمت می دانست آن را از 3 بخش می داند: آب، آتش، خاک. به عقیده مزدکیان خدای نور هم از این 3 عنصر به وجود آمده است. حالا جهان در دوران آمیزش نور و ظلمت قرار دارد.
به قول شهرستانی مزدکیان چنین می شماریدند: چون آمیزش نور و ظلمت از روی اتفاق و تصادفی به عمل آمده است، جدایی و امتزاج نور از ظلمت نیز بدون قصد و اختیار تصادفاً صورت خواهد گرفت. در اینجا مزدکیه راه و روش پیش قدم خود را دگرگون ساخته باز به آغوش معنویه می آید و راه نجات انسان را مثل معنویه در آن می بیند که انسان علاقه خود را از مادیات و زندگی مادی کم کند. به عقیده آنها کنارگیری از هر چیزی که پایه مادی زندگی را مستحکم می کند انسان را به هدف نزدیکتر می سازد. زردشت پیامبری دینی مزدیسنا و مزدک هر دو در تعلیمات خود انسان را در مرکز کیهان قرار داده تاکید کردند که وی از روی طبیعت خود عنصری فعال بوده زندگی و سرنوشت خود را خودش معین می کند. چنین است که پیروان آیین مزدک نه تنها قتل بلکه ضرر به شخص دیگر را مجاز نمی شمارند. همین طریق مؤلفان هم عصر قباد و مورخان بعدینه هم داستان هستند که قباد با سببهای دینی مزدک را قبول کرد. بعضی ها نوشتند که وی دینی نو را از روی اعتقاد قبول کرد و به این وسیله برای بهبود زندگی توده های وسیع مردم دست به اصلاحات جسورانه زد. دیگران باوری دارند که قباد تعلیمات نو را در زیر فشار توده های مردم پذیرفت. اما نیال دیکه یکی از اوستاشناسان معروف نیمیس عقیده دیگری دارد. به فکر او قباد که 2 مراتبه تختی از دست رفته خود را با جسارت و دلاوری به دست آورده لشکریان روم ویزانتیه را بارها شکست داده است، یکی از پادشاهان نیرومند ساسانی می باشد. به فکر وی قباد تعلیمات مزدک را از آن جهت قبول کرد که می خواست از زور و فشار طبقه عالیه دربار ساسانی لجام گسیختگی آنها از علمای زردشتی از دست درازی ایشان به تخت پادشاهی شانه خاری کند. نظری نیال دیکه را تقویت داده به گفته های او علاوه کردن ممکن است که قباد همچون سیاستمداری حساس با فرارسیدن خشکساری های پی در پی و قحطی از وضع فلاکتبار مردم آگاهی یافته خواسته است با این راه احوال مردم را بهتر کند. درستی خلاصه ما را این نقطه تصدیق می کند که قباد در آخر به خاطر بهبود احوال توده های وسیع مردم به یک سلسله اصلاحات دست زد، ولی در زندگی خود آن را عملی کردن نتوانست. تطبیق عملی آن را پسرش خسرو انوشیروان به پایان رساند. شما گفتاری 20 را از روی کتاب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چهره‌های ماندگار در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، منظم آواز کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.